سلام وطندارای عزیز. همونطور که در جریان هستید این روزا انگشت انتقاد به سوی محمد رضا احمدی است که میگه با پول مردم عیش نوش میکنه و دزدی کرده و هیچ موتر نساخته، این موتر کاپی است. و جالب اینجا است که میگه تو از گیفا از برنامه لایف آمده پیسه خیرات جمع کردی یا گرفتی. و جالبتر از این است که کسایی گپار با محمد رضا احمدی میگه که خودشان کار روزمرهشان که از طرف شب و روز دمی گیف جمع کردن و تیک تاک است. حالا ما برای شما پلی میکنیم، سعی کنین شما حق باقی است. دادن بدن خود، تحریک کردن احساسات مردم و اینا چی میکنن؟ برشان گیف میزنن و از این طریق برالا میگیرن. یعنی دزدی پت نیست، برالاست. تو را مجبور میسازه تو برش پول میتی. و نوع سیومش خر ساختن است که آقای رضا آخرین تکنیک و بهترین تکنیک پیش برد. یعنی هم احساس